سلام، رضا کاری هستم. خیلی خیلی خوشحالم که بعد مدت دارم یک ویدیو در رابطه با گیت ریکورد میکنم. تو این ویدیو میخوام در مورد با گیت فورس پوش صحبت بکنم که چیه، چرا ترسناکه، چطوری میتونیم ازش استفاده بکنیم که امن باشه و خیالمون راحت باشه. یه چند وقت پیش من داشتم با یکی از همکارم صحبت میکردم و یه کاری رو داشتیم با هم پیش میبردیم جلو. من یه کامیتی زدم روی یه برنچی که برنچی حالا مینم نبود و پوش کردم رفت روی آپستریم و یادم افتاد که یه چیزی رو باید در اون کامیت تغییر میدادم که یادم رفت. پس من کامیتم رو ریبیس کردم، تغییرم رو اعمال کردم و خواستم که گیت فورس پوش بکنم. دیدم که همکارم خیلی تعجب کرد و تو بود که مطمئنی از فورس پوش میخوای تو فورس پوش بکنی یا مثلا نگران بود و یکم که باهاش صحبت کردم دیدم که انگار آشناییت کافی با اون فلک های فورس پوش نداره. یکم باهاش توضیح دادم و به فکرم افتاد که یه ویدیو هم برای این ریکورد کنم تا اگه حالا مثل این دوستم از زندگی هستن که با این فلگ ها آشنایی ندارن باهاش آشنا بشن و خیلی راحت تر بتونن از گیت دوست داشتنی استفاده بکنن. خب بریم که بدونیم که فورس پوش چی. من یه حالا نمودارهای اینجا کشیدم، یه شماتیکی از یک تایملاین گیت کشیدم. یه سری حالا چیزاش رو بهتون توضیح میدم که در ادامه راحت تر متوجه توضیحاتم بشین. هر کدوم از این دایره ها و گردالی ها نشون دهنده یکی از کامیت های تایملاین ریپازیتوری من. همونطور که اینجا میبینین یه کامیت دارم که کامیت آخر منه، کامیت سی، که چند تا پوینتر هم دارم بهش اشاره میکنم. یکیش پوینتر معروف هد منه، یکی پوینتر برانچ مین منه که پوینتر لوکال برانچ همه، یکی پوینتر آپستریم منه که بهش میگم اورجین مین که داره اون هم به سی اشاره میکنه. و همونطور که میدونی ما اگه گیت ریپازیتوریمون رو به آپستریم وصل بکنیم توی لوکالمون هم برای اون آپستریم یه سری پوینتر نگه میداره که بدون اون آپستریم وضعیتش چطوری. و آپستریم هم همون منظورمون گیت لب و گیت هاب و هر سروری که یه نسخه از ریپازیتوریم درش دار. پس چی شد؟ اینجا من یک پوینتری دارم که اسمش گذاشتم رف اورجین مین. حالا من بهش میگم رف اورجین من، که داره میگه من لوکال چیزی که از سرور میدونم اینه، سرور وضعیتش اینجا رو داره اشاره میکنه. حالا این اورجین مین هم همون وضعیت واقعی سرور منه که در لوکالمون حالا این رو دیگه مشخص نمی‌کنیم، همین رف رو داریم. من اینو برای شفافیت اینجا آوردم. بریم ادامه بدیم. فرض بکنیم ما یک کامیت جدید بزنیم. کامیت جدید که بزنیم همه این پوینترها جابجا میشن به ای و وقتی پوش میکنیم اوریجین مین و رف اوریجین مینمون هم منتقل میشن به این کامیت جدید. اگه همزمان با کار کردن ما در روی این برنچ و روی این رپوزیتوری یک نفر دیگه هم کار بکنه و یک کامیت جدید مثل کامیت F رو پوش بکنه، اوریجین مین من که همون پوینتر نشون دهنده وضعیت آپستریم من هست منتقل میشه به F. خب لوکال همچین پوینتری پس چی نداریم. اینو من فقط برای این آوردم که نشون بدم از وضعیت سرورمون چطوری، سرور کجاست.
ref origin main همون کامیتیه، بخش همون پوینتریه که داره مشخص میکنه از دید ریپازیتوری لوکال وضعیت سرور کجاست. سرور آخرین باری که از لوکال آخرین باری که از سرور وضعیت گرفته فهمیده که آخرین وضعیتش ایه، پس داره این به اینجا اشاره میکنه. یه سناریو داشته باشیم. فرض بکنیم تا هم مثالی که من گفتم، همون داستان طوری که براتون اول گفتم، من میخوام کامیت ام رو ادیت بکنم و یک محتوای جدیدی درش اضافه بکنم. این رو با ریبیس انجام میدم و یک کامیت جدید ساخته میشه چون محتواش متفاوت. اسمش هم حالا اینجا گذاشتیم ایپرین و بعد ساخته شدن این کامیت هد و مین من به این کامیت جدید اشاره میکنه، ولی رف اورجین مین من به ای اشاره میکنه. چرا؟ چون لوکال من فکر میکنه که اوریجین و آپستریم داره آخرین کامیتش ایه، پس این به این اشاره میکنه تا زمانی هم که پوش نکنم این تغییر نمیکنه، پوش یا فچ. خب در حالی که حالا سرور من روی اف، در اینجا چند تا حالت اتفاق میفته. اگه من بیام صرفا پوش خالی انجام بدم، خب سرور سرور که نه، در واقع گیت لوکال من یه فچ انجام میده و میبینه که آخرین تغییراتی که داشته از آپستریم با آخرین چیزی که در آپستریم است متفاوته و اجازه پوش نمیده. فچ اگه اتفاق بیفته چطوری میشه؟ گفتم بس وقتی پوش میشه یه فچ هم اتفاق میفته. فچ این باعث این تغییر میشه، لوکال من مطلع میشه که آخرین تغییر F و ای نبود، در نتیجه رف اورجین مین رو منتقل میکنه به F. حالا یه کاری که میتونیم بکنیم اینه که گیت پوش فورس بکنیم. خب یعنی بگیم آقا فورسلی بیا کامیت من رو و آخرین وضعیت لوکال من رو در سرور به عنوان آخرین وضعیت قرار بده. چطوری میشه؟ وضعیت اون این میشه دیگه روی سرور از ای و F خبری نیست و هر کسی پول بگیره و آخرین نسخه رو بگیره با این نسخه مواجه میشه که دیگه هد و مین و اوریجین و رف اوریجین همشون دارن به ای پریم اشاره میکنن و این خطرناک. چرا خطرناکه؟ چون ما هیستوری رو ریرایت کردیم، ما تاریخ رو عوض کردیم. خب و یه کامیتی که مثلا یکی از همکارای زده بود تحت عنوان F، اون رو از دست دادیم. ممکن کلی کار در اون کامیت انجام شده بود و ما این رو از دست دادیم و هم تیمیمون مطمئنا شاکی خواهد شد. خب راه حل های که وجود دارن و راه حل هایی که برای اینکه این اتفاق نیفته چی هن؟ یکی از راه حل ها گیت فورس، گیت پوش فورس ویت لیزه. خب فورس ویت لیز بعد ورژن 2.13 گیت معرفی شده و کاری که انجام میده اینه که فقط چک میکنه که این دوتا پوینتر آیا به یک کامیت اشاره میکنن یا نه، آیا لوکال من از آخرین ورژن سرور درست مطلع یا نه. اگه این درست باشه، آخرین یکسان باشن این دوتا پوینتر، اجازه فورس پوش رو میده. پس تو این حالت اگه بررسی بکنیم فورس پوش وید لیز هم جواب نمیده. خب چرا؟ خطا میده میگه شما آخرین کامیت رو انگار نگرفتی، یه بار پول بگیر مطمئن بشو یا آخرین تغییرات رو داری بعد بیا پوش بکن. ولی اگه در این وضعیت فورس پوش وید لیز رو انجام بدیم، اجازه داریم که تغییرات رو در واقع آخرین تغییرات خودمون رو به عنوان آخرین تغییرات مین اوورراید کنیم. این کاملا اوکی. خب پس چی شد؟ فهمیدیم که فورس ویت لیست یه مشکلی رو حل میکنه.
مشکل کجا رو؟ مشکل این که ما از آخرین وضعیت سرور مطلع نباشیم. جلوی این رو میگیره که ما مطمئن باشه که ما از آخرین وضعیت آپ استریم و سرور مطلع هستیم. و تا خیلی وقتا این جوابه، تا مثلا به جز یک سناریوی خاص که در ادامه میدم جوابه و همیشه جواب. یه کامندی داریم، میتونیم گیت رو کانفیگ بکنیم که به جای اینکه فورس سیمپل بکنه بیاد فورس ویت لیز رو انجام بده، حتی اگه ما بهش گفتیم که فورس سیمپل بکنه. حتی اگه بهش بگیم که گیت پوش دش اف یا دش دش اف، به جای اینکه فورس سیمپل بکنه میاد فورس ویت لیز انجام میده. این کانفیگ برای ما این کار انجام میده. حالا برگردیم بهتون بگم که اون تک حالتی که میگم، که تک حالتی که اتفاق میفته و فورس بیت لیز هم ریستار، دقیقا همین حالته. دقیقا همین حالته که ما مطلع هستیم که آخرین وضعیت اینه، ولی فورس پوش میکنیم. آیا میخوایم که این کامیت رو از دست بدیم؟ آیا مطمئنیم از این یا نه؟ اگه مطمئنیم که خب اوکیه، مطمئنیم که ما میخوایم همین تیکه باشه تایملاین ما و این دوتا دیگه نه وجود نداشته باشن و هرچی بعد این هست. ما مطمئنیم که این رو میخوایم به عنوان تایملاین داشته باشیم و آگاهیم از این کار. این کاملا اوکی. ولی زمانی که ما از این مطلع نیستیم و پوش میکنیم کار خراب میشه. کی ما مطلع نیستیم؟ زمانی که یک مثلا کرانجابی داریم، یک حالا مثلا یه آیدیمون یا ادیتورمون یه سیستم اتوماتد طوری داره که میاد هر چند وقت یک بار فچ انجام میده برامون. مثلا هر چند ثانیه یک بار میاد فچ انجام میده. این باعث میشه که ما از آخرین وضعیت سرور مطلع بشیم و فورس ویت لیس ما کار بکنه. ولی آیا ما میدونیم که این رو داریم از دست میدیم یا نه؟ چون این سیستم اتوماتیک ممکنه ما ندونیم و این ریسک ایجاد بشه که ما کامیت هایی رو از دست بدیم. برای این دو تا سولوشن وجود داره. اگه داکیومنتیشن خود گیت رو هم بخونین که در حالا گیت پوش اومده کامل توضیح داده، یکم اسکرول بکنین فورس ویت لیست رو پیدا میکنین و کامل میتونین مطالعهش بکنین که بدونین چه اتفاقی میفته. کامل این فلگ ها رو توضیح داد. برای این مشکل داکیومنتش خودش دو تا راه حل تقریبا داده. یکیش اینه که بیایم یک اوریجین استفاده بکنیم. اوریجین متفاوت. اوریجین چیه؟ اوریجین همون اشتباه گفتم، یک ریموت متفاوت استفاده بکنیم. ریموت چیه؟ ریموت همون انگار آپ استریم ماه دیگه، سرور ما، که ما وقتی یه دونه ریموت یا آپ استریم به سرورمون اضافه به لوکالمون اضافه میکنیم، طبق حالا کانونشن همیشه اسمش رو میذاریم اوریجین. گیت پیشنهاد میده همزمان با اون یه اوریجین دیگه هم بسازین، اسمش رو بذارین چی؟ اسمش رو بذارین پوش. خب و آدرس URLش همون باشه و یه فچ هم بعدش انجام میده. حالا توی این وضعیت چه اتفاقی میفته؟ توی این وضعیت اون سیستم اتومات فچ ما میاد و اوریجین رو اتوماتیکلی فچ میکنه. خب و همیشه مطمئنه که اوریجین آخرین نسخه است و ما کلا کارامون رو همه اینها رو روی اوریجین انجام میدیم، روی برنچ هایی که از اوریجین هستن. ولی وقتی پوش میکنیم به جای اینکه بکنیم گیت پوش مثلا اوریجین مین، میزنیم گیت پوش اوریجین پوش مین، یعنی اسم این ریموت جدیدمون رو بهش میدیم. این ریموت جدیدمون تا زمانی که ما خودمون فچ نگرفته باشیم فچ نشده. پس ما اینجا میتونیم از اون قابلیت فورس ویت لیز استفاده بکنیم و خیالمون راحت باشه که تمامی چیزهایی که ما خودمون فچ کردیم با در واقع آپ استریم یکسان و ما کامیتی رو از دست نمیدیم. یه راه حل دیگه چیه؟ فلگ دیگه ای داریم در گیت که بعد نسخه حالا 44 یا 2C اومده.
حالا اونش خیلی مهم نیست. به اسم force if includes میگه آقا زمانی فورس بکن که هم شرایط لیست رو داشته باشه، یعنی هم دو تا پوینتر به یه جا اشاره بکنن، هم کامیتی وجود نداشته باشه که در آپستریمه، در ریموته، ولی در لوکال ما نیست. خب تو این حالت که F رو ما از دست بدیم یه اتفاق نمیفته. چرا؟ چون F اصلا تو این تایملاین ما نیست و جلوش رو میگیره. میگه آقا یه بار پول بگیر، ریویس بکن مثلا، یا فست فوروارد بکن که مطمئن بشی F رو داری. اگه F رو نشه باشه من جلوت رو میگیرم و نمیذارم که تو فورس پوش بکن. این هم یک حالت امن و سیفیه که ما کامیتی رو از دست ندیم. و برای این هم یک کانفیگی وجود داره که میتونی گلوبالی ستش بکنی force with lease if includes true و هر موقع git push dash dash force یا git push dash f بزنین انگار که git push dash dash force with lease و dash dash force if includes رو زدی. و این از این یه حالتی میمونه که خب ما الان این کانفیگار رو ست کردیم، فرض بکنیم میخوایم آقا یک کامیتی رو یا یک تایملاینی رو فورس پوش بکنیم ولی با حالت سیمپل فورس پوش، یعنی میخوایم ریرایت کنم مثلا استوری رو، اینا رو در نظر نگیر. تو این حالت دیگه نمیتونیم بزنیم که داش داش فورس داش داش فورس یا داش فورس داش اف، این دوتا رو انجام میده خب و سیمپل رو انجام نمیده. یه راه خیلی سادهش اینه که بزنیم نو فورس، یعنی این فورس رو اینورت کن، از اون تایپی که داره اون یکی تایپ رو استفاده کن. یا حالت های دیگه داری، داکیومنتشون بخونیم متوجه میشین که میتونیم مثلا این داش داش no force with least no force if includes اینا رو هم دار. و خیلی راه سادهش اینه، گفتم اینم بگم که اینو کانفی کردی در جریان این هم باش. خب پس چه اتفاقی افتاد اگه بخوام یک رپ اپ بکنیم و مرور بکنیم؟ فورس پوش ریرایت میکنه هیستوری رو، فورس پوشی که از نوع سیمپل باشه و اگه کامیتی وجود داشته باشه که ما از اون مطلع نباشیم میتونیم اون رو از دست بدیم و هیستوری رو ریرایت کنیم روی اون کامیتی. گیت برای این سولوشنی که داره فورس ویت لیزه و همیشه پیشنهاد میکنم حتی اگه این رو کانفیگ نکردین همیشه از فورس ویت لیز استفاده بکن، حتی اگه رو برنجی هستین که فکر میکنین فقط خودتون دارین روش کار میکنین در لحظه. حالا اگه فورس ویت لیز رو بزنیم و کامیتی وجود داشته باشه که ما اون رو نگرفته باشیم و از اون مطلع نباشیم و از آخرین لحظه ای که گیت فچ کردیم تا کامیت جدید روی سرور هست بازه‌ای گذشته باشه، این فورس ویت لیست به ما خطا میده. خب و و تا یه حد خوبی گفتم دیگه این به ما جواب میده و همیشه جواب، فقط زمانی که اگر روی سیستمتون کران جابی دارین که میاد به صورت زمانی و پریودیکلی اوریجینتون رو آپدیت میکنه و گیت فچ میزنه، تو این حالت ریسک داره که فقط فورس ویت لیز رو انجام بده. این حالت بهتره که حتما یعنی در واقع از فورس ایف اینکلودز هم استفاده بکنه. ایف اینکلودز هم مطمئن میشه که آخرین کامیتی که رو سرور وجود داره روی سیستم شما هم هست و شما از اون مطلعین و در تایملاینتون هم از اون استفاده کردین و کامیتی رو از دست نمیدین. این کلیت کیت فورس پوش بود که میخواستم بهتون بگم. من یه سری ویدیو دیگه هم در رابطه با گیت دارم. خیلی خوشحال میشم که اگه از این ویدیو خوشتون اومد و به دردتون میخوره لایکش بکنین، شیرش بکنین و برام کامنت بذارین و نظرتون رو در مورد ویدیو بهم بگین. اگه سوالی داشتین که نظرتون میخواستین با هم صحبت کنین و ازم بپرسین و در کامنت ها نمیخواستین بنویسین میتونین به تلگرام من پیام بدین و
ما هم در موردش صحبت کنیم. خیلی خوشحال میشم که نظراتتون رو بشنوم. اگه این چنل رو ساب ندارین سابسکرایبش بکنین، من خیلی انرژی میده. امیدوارم براتون مفید بوده باشه.